بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرانرج، اینک توجه شما را جلب می نماییم به تلاوت و ترجمه قرآن عظیم و شأن، این کلام الهام بخش و آرام بخش الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نجم. سوره نجم مکی، یعنی در مکه نازل شده و دارای 62 آیه است. ابن مسعود رضی الله عنه در بیان فضیلت آن میگوید سوره نجم اولین سوره بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم آن را به طور علنی در مکه خواندند، سپس آن را در حرم تلاوت کردند در حالی که مشرکان آن را میشنیدند. همچنین در حدیث شریف بر روایت ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که فرمود اولین سوره‌ای که در آن سجده نازل شد سوره نجم بود. پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم سجده کردند و مردم نیز همه اعم از مؤمنین و مشرک همراه ایشان سجده کردند، مگر مردی که دیدم مشتی از خاک برگرفته و بر آن سجده می کند. سپس بعد از آن دیدم که او بر کفر کشته شد و او امیه ابن خلف بود. و همچنان سوره نجم با تزکیه و پاکی رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم و اثبات اسمتش آغاز می گردد و می گوید قرآن وحی است که توسط جبرئیل امین از جانب الله جل جلاله آورده شده است و اشاره به این دارد که اگر کسی هدایت را دنبال نکرد حتما از خواهشات نفس پیروی خواهد کرد. ابطال معبودان مشرکین و ابطال سخنان آنان در مورد معبودان و این که این سخنان وهم و خیال است و صحت ندارد در این سوره نیز به آن بحث شده است. بر حذر داشتن از سخنان ظنی و خیالی در مورد معبودان. همچنان در پایان سوره یادآوری عذاب امتهای مشرک پیشین به مشرکین زمان خویش است. آنان را از حادثه می ترساند که هر لحظه ممکن است گریبانگیر آنان شود. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده از درگاه وی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوگند به ستاره هنگامی که فرود می آید که صاحب شما محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم هیچگاه در ضلالت و گمراهی نبوده است و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه میگوید چیز جز وحی که بر او القا شده است نیست. آن کسی که قدرت عظیم دارد، یعنی جبرئیل امین
او را تعلیم داده است. همان کس که توانایی فوق‌العاده‌ای دارد، آنگاه او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به حد کمال رسید، در حالی که در افق اعلا بود. آنگاه نزدیک آمد و بر او به وحی حق نازل گردید، تا آنکه فاصله او با جبرئیل امین به اندازه فاصله دو قوس کمان یا کمتر بود. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. در اینجا خداوند متعال آنچه را وحی کردنی بود به بنده‌اش وحی نمود. قلب پاک او در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. أفتمارونه على ما يرى. آیا با او درباره آنچه با چشم خود در معراج دیده مجادله می‌کنید؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد نزد سدرة المنتهی که بهشت جاودان در آنجاست. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. در آن هنگام که چیزی یعنی نور خیره کننده سدرة المنتهی را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آنچه دید واقعیت بود. به یقین او بزرگترین نشانه های پروردگارش را در آن سفر آسمانی دید. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. و من خبر دهید آیا بت‌های لات و عزا و منات که سومین آنهاست دختران خدا هستند؟ نعوذ بالله. ألكم الذكر وله الأنثى. آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر، در حالی که به زعم شما دختران کم ارزش‌ترند؟ تلك إذا قسمة ضيزى. در این صورت این تقسیم ناعادلانه است. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أسماء سميتموها
اینها فقط نام‌هایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید، نام‌های بی محتوا و اسم‌های بی مسما، و هرگز خداوند متعال دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده. آنان فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. آیا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد، در حالی که آخرت و دنیا از آن خداوند متعال است و بدون اراده او کسی به چیزی نمی رسد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا و بسیار ملائکه ها در آسمان ها هست که شفاعتشان سودمند نیست جز به امر خداوند متعال و بر آن کس که خداوند بخواهد و از او خوشنود باشد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختران خداوند نامگذاری می کنند. نعوذ بالله. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. آنها هرگز در این باره دانشی ندارند، تنها از گمان بی پایه پیروی می کنند، با این که گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی گردانده و جز زندگی دنیا را نخواسته اعراض کن. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. این آخرین حد آگهی آنهاست. پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شدند بهتر می شناسد و همچنین هدایت یافتگان را از همه بهتر می شناسد. ولله ما في السماوات
و برای خداوند متعال است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به کیفر کارهایشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمالشان پاداش دهد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. همان کسانی که از گناهان کبیره و اعمال زشت دوری می کنند جز گناهان صغیره که گاهی آلوده آن می شوند و بدان که آمرزش پروردگار تو گسترده است. او نسبت به شما از همه آگاه تر است از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقعی که به صورت جنین‌های در شکم مادرتان بودید. پس خودستایی نکنید، او پرهیزگاران را بهتر می شناسد. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. آیا دیدی آن کس را که از حق روی گردان شد و کمی عطا کرد و امساک نمود و گناهانش را به گردن دیگری افکند؟ آیا نزد او علم غیب است و می بیند که دیگران می توانند گناهان او را بر دوش گیرند؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. آیا از آنچه در کتب موسی علیه السلام نازل گردیده با خبر نشده است؟ و نیز از آنچه در کتب ابراهیم علیه السلام همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد. ألا تزر وازرة وزر أخرى که هیچ گناهکار بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى و اینکه برای انسان چیز جز حاصل سعی و کوشش او نیست. وأن سعيه سوف يرى و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود. ثم يجزاه الجزاء الأوفى سپس به او جزای کامل داده خواهد شد. وأن إلى ربك المنتهى. و آیا از کتب پیشین انبیا علیه السلام به او نرسیده است اینکه همه امور به پروردگارت منتهی می گردد؟ وأن إلى ربك
و این که اوست که می خنداند و می گریاند و اوست که می میراند و زنده می کند. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى و اوست که دو زوج نر و مادر آفرید از نطفه ناچیزی در آن هنگام که در رحم ریخته می شود. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى و این که بر خداوند متعال است ایجاد عالم دیگر تا عدالت اجرا گردد و این که اوست که بی نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید و این که اوست پروردگار ستاره بزرگ و درخشنده شعرا وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى خداوند متعال قوم عاد نخستین را هلاک کرد و قوم ثمود را و کسی را باقی نگذارد. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى و نیز قوم حضرت نوح را پیش از آنها چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى و نیز شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را فرو کوبید سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم در کدام یک از نعمتهای پروردگارت میتوانی تردید کنی؟ هذا نذير من النذر الأولى این پیامبر صلی الله علیه و سلم بیم دهنده از زمره بیم دهندگان پیشین است. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة آنچی باید نزدیک شود نزدیک شده است و هیچ کس جز خداوند متعال نمیتواند سختی های آن را برطرف سازد. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون آیا از این سخن تعجب میکنید و میخندید و نمیگیرید و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر میبرید؟ اسجدوا لله واعبدوا پس بیدار شوید و همه برای خداوند متعال سجده کنید و او را بپرستید. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. شنوندگان گرانرج، با شنیدن آیت اخیر سوره نجم بر شما یک سجده تلاوت لازم گردیده است.